اگر نگرانی دارید و میخواهید الله متعال نگرانی شما را برطرف بسازد و یا هم شامل حالتان مصیبتی شده است، در تنگنا قرار دارید، نگران هستید و یا هم قرضدار هستید و هر مصیبتی گرفتار هستید، 4 ذکر را به شما توصیه میکنم و اگر با آنها پایبند باشید، موفقیت، سعادت و آرامش و روزی فراخ نصیبتان خواهد شد. توصیه اول، زیاد استغفار بکنید. زبانتان را با استغفر الله مرطوب نگه داشته باشید. هر کسی با استغفار مداومت بکند، الله متعال برای او از هر گونه نگرانی رهایی میبخشد و از جایی که فکرش را نمی کند روزی میدهد، او را موفقیت ها در دنیا و آخرت نصیبش میگرداند. توصیه دوم این است که زیاد به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم درود بفرستید. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما خبر میدهد یکی از بزرگترین دلایل آمرزش گناهان و رفع نگرانی ها زیاد فرستادن درود و سلام بر پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. ذکر سوم و توصیه سوم، دعای یونس علیه السلام را توصیه میکنم. او در 3 تاریکی قرار داشت، در اندوهی شدید قرار داشت. اگر تمام دنیا هم جمع می شدن نمیتوانستند یونس علیه السلام را نجات بدن، اما خداوند تبارک و تعالی با قدرت خود یونس را از شکم ماهی نجات داد. او میگفت و تکرار میکرد که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این دعا را زیاد بگویید، خیلی زیاد بگویید. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و ذکر چهارم و توصیه چهارم، هر صبح و شب 100 مرتبه بگوید سبحان الله و بحمدی، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی سبحان الله و بحمدی را 100 مرتبه بگوید گناهانش بخشیده می شود، گرچند که به اندازه کف دریا بوده باشد. و زمانی که گناهانت بخشیده شد تو خوشحال می شوی و الله سبحانه و تعالی تو را دوست می داشته باشد و ان شاء الله که از نگرانی ها خلاص می شوی و خوشحال می شوی.